سلام، صبح بخیر. سلام صبح بخیر. خوب هستی؟ مرسی، شما خوبی تمی جان؟ خوبم، ممنون، مرسی. روز سه‌شنبهتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. سلام میکنم به همه عزیزان، سلام به همه کسانی که دارن به ما ملحق میشن. ممنون، مرسی. فتونه جون، شما هم میتونی یه سلامی بکنی و با هم لایو امروزمون رو شروع بکنیم. سلام میکنم منم به همگی. امیدوارم که خوب و سلامت و پر انرژی باشین و ما هم برگشتیم با هفته یک بار سه‌شنبه ها که هر هفته در مورد یه موضوع، یه کتاب و اون چیزایی که از اون کتاب یاد گرفتیم با هم، با تمی جان با هم صحبت میکنیم و همین دیگه. بریم خیلی شروع هم کنیم. عالی، مرسی. دلمون براتون تنگ شده بود. یک 13 روز پشت سر هم بودیم، بعد دیگه یک هفته وقفه افتاد. از امروز دیگه، از هر سه شنبه دیگه ما اینجا هستیم ساعت 6:30 به وقت تورنتو و به وقت میلند توی امریکا، راجع به یک کتابی یه چیزی با هم صحبت بکنیم. موضوع امروزمون میخوایم راجع به کتاب عادتهای اتمی صحبت بکنیم، ولی قبل از همه چی سلام نانسی جان، سلام به همگی. کتابم نشون بدن. آره، کتابای اتمیک هابیتس یا همون عادتهای اتمی میخوایم صحبت بکنیم، ولی قبل از این که بخوایم وارد بحث کتابمون بشیم، میخوام توجه هممون رو به دوباره برگردونم به مدیتیشن. یادمون باشه روی نفسامون تمرکز بکنیم. اون هر وقت که یادمون میفته برگردیم به درون، یه چند تا نفس عمیق بکشیم و اون حس و حال زندگی رو برای خودمون دوباره ایجاد بکنیم، حس حال خوب آرامش و سکوت رو. دیروزم که یه خورشید گرفتگی خیلی عظیمی توی منطقه امریکا بودش. نمیدونم شماها راجبش حتما همه شنیدن، چون موضوع خیلی بحث خیلی داغی بودش و موضوع جالبی هم هستش که فتانه جون میتونه یه مقدارم راجب اینم توضیح بده که اصلا کسوف وقتی میشه یا همون خورشید گرفتگی، اون نظمی که توی دنیا هست، تو جهان هستی رو هممون میتونیم مشاهدهش بکنیم. خیلی خیلی داستان جالبی بودش. خب میخوای شما یه مقدار راجع دیروز به این آره خیلی صحبت جالب بود. بکنی؟ جالب بود دیروز. آره همون که ماه درست بین زمین و خورشید قرار میگیره و چند دقیقه بعضی جاها خورشید و کامل که بهش گفتن توتالیتی کامل میپوشونه و تاریک میشه. و خب خیلی جاها اینجا تو کانادا بودش و رفتم آدما دیدن. ما از تلویزیون نگاه کردیم. اما خب خیلی جالبه که اون هماهنگی رو نشون میده که چقدر همه چی با هم هماهنگه و چقدر شگفت انگیزه. همونطور که بدنمون دارن همه ارگانا انقدر با نظم و هماهنگی کار میکنن، جهان هستی هم داره با این نظم کار میکنه و این روزا که اینطوری میشه اینو به یاد ما میفته، میندازه که چقدر همه چی هماهنگه، چقدر همه چی واقعا مثل یه معجزه داره خودش، بینه که ما هیچ کاری بکنیم خودش کارش رو انجام میده و فقط آدما رو به همینطوری خیلی وصل میکنه که چقدر همون توی یه داستانی هارمونی. هارمونی هست اونجا. ما همون یکی هستیم. اینو یاد همه میندازه که همون توی یه جاییم و یه چیز رو داریم با هم تجربه میکنیم. روزایی مثل این روز، مثل دیروز، همچین چیزی رو یادم میفته که یونیتی، ما یکی هستیم. و اون تضاد و اون درست. کانترستی که اگر نباشه، یعنی واقعا اگر نگاه بکنیم که اگر فقط خوبی باشه، اصلا زندگی دیگه معنی نمیده. اگر شب نباشه روز معنی نمیده. همیشه اون یادمون باید باشه که اون کانترسته، اون تضاده باید وجود داشته وجود باشه. داره. اگر تو زندگی بالا پایین داریم، اگر روزای سخت داریم، باید باشه. برای این که روزای خوب رو تجربه کرده بودیم که الان داریم روزای سخت و متوجهش میشیم. میفهمیم. وگرنه اگر همیشه فقط خوبی باشه، فقط قشنگی باشه، اصلا زندگی معنی واقعا پیدا نمیکنه. بله، یه نشونه هم واقعا راست همین بود. در مورد صحبت کردیم من و شما که وقتی که اون لحظه که تاریک میشه همه جا، اون چند دقیقه دوباره خورشید برمیگرده و اون موقع است که تو اون تاریکیه که خورشید
معنا پیدا میکنه. و اسم برنامه ما هم که گذاشتیم خود نور و نیاز این تضاد رو نشون میده که همه چی کنتراسته، یه طرف نوره یه طرف نیازه، یه طرف تاریکیه یه طرف خورشیده. اگر نباشه اون معنی پیدا، اگر مثلا اصلا تاریکی نبود خورشید معنی پیدا نمیکرد و اون باید باشه. غم باید باشه که شادی معنی پیدا کنه. همه چی تضادش هست. دنیای ما دنیای تضاده، همه چی دنیای تست. کنتراسته، همه چی یه چیزی کنتراستش هست و این خیلی مهمه. اسم برنامه ما اصلا نور و نیازه که یه جایی نیازهای ما تو دنیا هست و یه جایی نور هست که تو حالا تو برنامه تعریف میکنیم همیشه که همیشه این موضوع هست که یه طرف اینه یه طرف اونه، یه طرف بودنه یه طرف انجام دادنه، یه طرف نیازهای انسان و یه طرف روشنایی انسان هست. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. مرسی، مرسی از همه عزیزانی که دارین به همون ملحق میشین. ممنون واقعا. اینجا ساعت 6:37 صبح هستش. مرسی که این موقع صبح با ما همراه هستین. ولی اگر از اروپا، از آمریکا، از هر جای دیگه، استرالیا داریم، خیلی قسمت های مختلف دنیا، هر جا هستین شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم و دوست داریم که وارد بحثمون بشیم. امروز میخوایم راجع به کتاب عادتهای اتمی، عادتهای کوچیک یا همون اتمیک هابیتس. خیلی من خوب. کتابمو توی سالن دارم. این کتاب رو گذاشتم اونجا موقعی که مشتریام نشستن و دارن مثلا کارشون رو انجام میدم، بهشون پیشنهاد میکنم که کتاب بخونن. یکی از کتابایی که من توی سالن دارم همین هستش و یکی از مشتریام اینقدر از این کتاب خوشش اومد که از من خواهش کرد که این کتاب رو با خودش ببره، کتاب رو بخونه. حالا فعلا کتاب دستم نیست ولی خودم چند بار خوندمش، فایلای صوتیشو گوش کردم. خیلی خیلی کتاب خوبی هستش، به همه پیشنهاد میکنم بخونین. ولی امروز ما فقط میخوایم یه مروری خلاصه راجع به این کتاب داشته باشیم که اصلا این کتاب چی میگه. جیمز کلیر نویسنده این کتاب خیلی قشنگ توضیح میده که توی این کتاب چه راهکارهایی وجود داره و ما چه جوری میتونیم سبک زندگیمون رو عوض بکنیم که حالا فتانه جون راجع به اون توضیح میده. ولی مسئله اینجاست که ما مخصوصا الان تو دنیای الان که همه چی ماشینی شده، من خودم متوجه میشم که دور و بریام، اطرافیان، حتی وقتی باهاشون صحبت هم میکنی اصلا حوصله ندارن حرفتو گوش بکنن، میخوان نتیجه رو بگیرن، فقط میخوام ببینن آخرش چی شد. این کتاب به همون یاد میده که دنبال این، به جای این که دنبال نتیجه های بزرگ باشیم، چون ما همونجوری که الان گفتم ذهنمون دوست داره که یه قدم خیلی بزرگی رو برداره و توی مدت زمان کوتاهی یه نتیجه خیلی شگفت انگیز عجیب و غریب رو بگیره. اکثرمون داریم به این مدل ماشینی زندگی کردن، به قول معروف فست فودی زندگی کردن عادت میکنیم که همه چی رو سریع میخوایم، توی مدت زمان کوتاه میخوایم و نتیجه خیلی بزرگ آنچنانی میخوایم. اگر بتونیم قدم‌های کوچک و مستمر برداریم، حتی شده 1%، تو این کتاب میگه 1% هر روز بتونیم خودمون رو تغییر بدیم، توی بلند مدت نتیجه‌ای که میگیریم انقدر شگفت انگیزه که واقعا اصلا مسیر زندگیمون رو عوض میکنه. این نکته خیلی خیلی جالبی هستش که بتونیم یه کاری رو که، یه هدفی رو که داریم، یه برنامه‌ای رو که داریم مستمر باشیم، همون کانسیستنسی، استمرار روش داشته باشیم و هر روز یک قدم ممکنه توی چند ماه به چشم نیاد ولی توی چند سال، یه مدت طولانی وقتی سبک زندگیمون بشه اصلا مسیر زندگیمون رو عوض میکنه. خب فتانه جون، من اجازه میدم که شما یک مقدار از این کتاب برای ما توضیح بدید. آره درست میگی. اتمیک هابیتس از جیمز کلیر همین خیلی اصلا کاری که من از همین جون داریم انجام میدیم من به خاطر همینه، به خاطر که میخوایم تغییر کوچیک انجام بدیم که دراز مدت نتیجه خوب ببینیم و این کاری هم که داریم الان انجام میدیم دلیلش همینه، به خاطر اینکه اینا رو همه رو خوندیم میدونیم ولی وقتی انجام ندیم به مقصد نمیرسیم. کتابم خیلی خوب توضیح میده اینو که وقتی که ما میخوایم یه
چیز رو به دست بیاریم باید با همون عادتهای کوچیک همونجور که تمی جون گفت 1% هر روز 1% توی 1 سال یک کرو نشون ده 37% ما بهتر شدیم اگه ما 1 سال اینو نگه داریم و توی 100 روز خیلی پیشرفت کردیم، توی 1 سال خیلی پیشرفت کردیم. همون 1% فقط یه تغییر کوچیکی فکر میکنیم به مقصدمون میرسیم. و دومی مهمترینه که فوکسمون روی هدفمون نباشه که به چی میخوایم برسیم، فوکسمون به اون سیستمی باشه که میریزیم. اگه به هدفمون باشه، چون خیلی وقتا ما یه هدف بزرگ داریم که یه کار بزرگ میخوایم بکنیم، بعد 2-3 روز انجامش میدیم یا یه ماه 2 ماه انجام بعد ول میکنیم. و اگه فوکسمون روی چون بهش نمیرسیم به این زودی. ولی هدف اصلی کتاب اینه که میگه به اون گولتون، به اون هدفتون نگاه نکنین، اول اونو فقط یه جا بنویسین، بذارین سیستمو بهش توجه کنین، چه سیستمی دارین انجام بدین تو زندگیتون، چه آخه مسئله سیستمی. اینه که وقتی که هدف میذاریم ممکنه مثلا به هدفمون رو مثلا برسیم، ولی چون که اون سیستم رو نداریم، سبک زندگیمون نشده، دوباره بعد که به هدف برمیگردین. رسیدیم دیگه برمیگردیم به همون دوباره لایف مثل رژیم استایل گرفتن دیگه، قدیمی. مثلا اون وزنی که میخوایم بهش میرسیم سریع، ولی دوباره برمیگردیم. مثل همه چی، مثلا ورزش کردن، رژیم گرفتن، چیزایی که همه باهاش درگیر هستن. و خیلی مثاله خوب میزنه که آره به پروسس نگاه کنیم، به سیستم رو نگاه کنیم، نه به هدف. و اینکه خودمون رو با اون چیزی که میخوایم، با اون چیزی که میخوایم بهش برسیم ایدنتیفای کنیم، خودمون باش مقایسه کنیم، خودمون تو اون موقعیت بذاریم که ما این میخوایم بشیم و اونطوری خودمون ببینیم، شروع کنیم اون مدل، اون شخصی که هستیم خودمون ببینیم، آدمی که مثلا لایف استایلش اینطوریه، خودمون اون شکلی ببینیم و سیستم رو تو زندگیمون جوری درست کنیم که اون شکلی باشه. مثلا خونه رو تمیز کنیم، جنسا رو کم کنیم، همون که مینیمالایز میکنن، چیزای کم، چیزایی که فقط مفیده دور و برشون هست، یه ذره همه چی جمع و جور باشه که آسون باشه. و یه چیز مهمی هم که میگه، مثلا یه 4 تا بیهیویر، رفتاری مهمی که باید انجام بدیم، اون 4 تا رو مثال میزنه. یکیش اینه که اون کاری که میخوایم بکنیم واضح باشه، obvious باشه، واضح باشه که چی میخوایم بکنیم. و دومی که اترکتیو باشه، قشنگ باشه، خوشایند باشه. سومی که ایزی باشه، آسون باشه. و چهارمی اینه که ساتیسفاینگ باشه، یعنی راضی کننده باشه. مثلا اگه بخوایم یه مثال بزنیم به همون رژیم که گفتیم، اگه میخوایم به یه وزنی برسیم، فکر نکنیم به اون وزن میخوایم برسیم، به اون پروسه فکر کنیم که ما چی کار باید بکنیم تا به اون برسیم. پروسش مثلا اگه این 4 تا رو در نظر بگیریم، اینه که واضح باشه، یعنی اون چیزایی که میخوایم استفاده کنیم یا بخوریم یا تو رژیممون باشه، بریم بخریم ولی جلوی چشممون باشه، واضح باشه، ببینیمش همش، نه که فقط درموش حرف بزنیم. یه سری مواد غذایی که احتیاج بخریم بذاریم، خوشایند باشه، محیط آشپزخونه رو تمیز نگه داریم، یخچال رو تمیز نگه داریم، چیزای قشنگ خوشگل و رنگی، میوه‌های رنگی و اینا بگیریم بذاریم. و وقتی تمیز نگه راحت همه چی در دسترس باشه که بتونیم سریع درست کنیم اون غذا رو، یعنی که آماده کنیم از قبل، که وقتی میخوایم درست کنیم توی یخچال آماده باشه، خرد شده باشه که درست کنیم. و اینکه راضی هم باشیم، آخر سر ساتیسفاینگ باشه، یعنی خوشمزه هم باشه، یا مثلا ما رو خوشحال بکنه، نه که بریم یه چیزی بگیریم که میگن خوبه ولی ما دوست نداریم. خوشمزه به نظرم چند وقت میکنیم دیگه نمیکنیم. اینا رازا و رمزایی که اگه انجام بدیم طولانی مدت میتونیم انجام بدیم و به هدفمون برسیم. و میگه اتمیک هابیتس به خاطر اینکه اتمیک انقدر کوچولو ولی عادت همیشگی میشه، که میگم ما هم همین کار داریم به عادتهای کوچیک میخوایم به هدفهای بزرگ برسیم، ولی با کوچیک باید شروع کنیم. دقیقا همینطوره دیگه، مثل اینکه میگه شرایط اون محیطی رو که میخوای باید شرایطش رو شرایطش فراهم فهم. بکنی. یعنی مثلا حالا میخوای بری کتاب بخونی، میخوای کتاب خوندن رو شروع بکنی، بری یه چند تا کتاب بخری دور و برت باشه که برات وقتی بذاری. به جای اینکه بری تو سوشال میدیا وقت تو هدر بدی، کتابه رو برداری کتاب بخونی، یا پادکست های مختلف رو داشته باشی که اگر میخوای مثلا رانندگی بکنی بری جایی، به اون پادکست ها گوش بکنی، جذاب باشه. همین چیزایی که شما همه به میگی همه چی دقیقاً میخوره. آره. دقیقاً همونه. بعد آخر سرش هم از این نتیجه های کوچیکی که میگیری، مثلا اگر 10 روز رژیم غذاییش رو انجام دادی، مثلا 0.5 کیلو کم کردی، 1 کیلو کم کردی، به خودت یه جایزه‌ای بدی، یه کاری برای خودت بکنی که اون حس خوب رو به خودت هم بدی که بتونی ادامش بدی. بعد وقتی که نتیجه میگیری، کارتو ادامه میدی، پایبند میشی به اون اصلی. بعد شخصیتت کلا عوض میشه. و وقتی همونجوری که قبلا هم توضیح داده بودیم، وقتی اینو یه مدت
انجامش میدی دیگه میشه عادتت دیگه. همین عادتهای کوچیک 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 میشه عادت زندگیت، میشه سبک زندگیت. به قول معروف میگیم که، البته حالا این مثال قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود، خیلی قدم‌های کوچیک، خیلی 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 اصلا به چشم نمیاد. ممکنه توی 1 ماه یا 1 سال که داری انجام میدی اونقدر ایجاد خیلی نتیجه بزرگی نکنه، ولی زندگی تو ممکنه به طور کل بعد از چند وقتی عوض عوض میکنه. بکنه. خودش هم میگه اصلا به هدف و به گل اصلا توجه نکنین، به اون پروسه توجه کنین. اصلا اگه میخوای وزن کم کنی یا یه کتاب میخوای بخونی، نگاه نکن که چقدر خوندی، چقدر وزن کم کردی. پروسه رو انجام بده، که اون تو اون مسیری که داری میری، اون هر کاری که باید برای اون مسیر بکنی انجام بده. اگه میخوای محیط تو عوض کن، میخوای آدمایی که میخوای دورت باشن و بیار تو زندگی، گروه درست کن. اگه میخوای همش همون environment رو میگه، از آدمایی که دور و برتن میگه. اگه هر چیزی که لازمه که به اون مسیر رو برای خودت آسون کنی، اون زیبا کنی، قشنگ کنی که بهش برسی. وگرنه اگه با سختی باشه، اه، بعد یه مدت آدم از دیگه کوتاه میاد، دیگه ولش میکنه. یا مثل ولی زبان خوندن، یه همه مثلا چی میخوای یه زبان جدید یاد بگیری، روزی 10 تا کلمه سعی کن یاد بگیری. یه دفعه شروع نکن یه کتاب رو بخوای ترجمه بکنی و بخونی. همون 5 کلمه 10 کلمه رو ولی هر روز ادامش بده، و وقتی یاد میگیری استفادهش میکنی حس خوبی بهت میده، برات خوشایند میشه. درست همین کارم ما داریم میکنیم، من و تمی جان، که با چیزای کوچیک داریم شروع میکنیم که هدف ما هم درست همینه، که برای خودمون تغییرات به وجود بیاریم. به خاطر اینکه توی با این حرفا رو، مثلا حتی این کتابا رو همه جا هست، همه میتونن گوش کنن، همه جا هست، ولی ما داریم تغییر برای خودمون انجام میدیم، به خاطر اینکه میخوایم قدم به قدم با تغییرات بتونیم به اون هدفی که میخوایم برسیم، و برای همین باید کار کوچیک انجام بدیم. و اینکه همین مثلا یه چیز ما صبح زود بیدار شدن کار راحتی نیستش. کار به هر حال به همه داریم پیشنهاد میکنیم که صبح زود بیدار بشین، حتی شده نیم ساعت از روز قبلتون زودتر بیدار بشین. این باعث میشه که در طول زمان تغییر بهتری تو زندگیتون ببینید. من و فتانه جونم همین که الان اشاره کردی داریم این کارو میکنیم که برای خودمون یه یادآوری باشه، و همین قدم‌های کوچیک رو که مجبوریم بیایم یه کاری رو انجام بدیم چون باید عملیش بکنیم. دونستن تنهاش کافی نیستش. مثل هر همه ماها چیزی میدونیم. دیگه. آره، مثل هر چیزی که تئوریشو بدونیم، فقط میدونیم کامل هم میدونیم شاید، یا خیلی هم میرن تئوری چیزا رو میخونن کامل میدونن، ولی تو انجام ندن بلد نیستن. حتی تو مثلا بخوام پیانو بزنی، هر کار بخوای بکنی، تا تئوریشو انجام بدی نمیتونی کاری رو انجام. باید حتما تو عمل بری، تمرین. یاد بگیری، تمرین میخواد همه چیز. ولی آره، این داستان این کتابه که خیلی هم جالبه، خیلی 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 کتاب محبوبیه و خیلی هزاران آدم خوندنش، و هنوزم تو نیویورک تایمز بستسلر هستش. یکی از اولین کتابایی هست که پیشنهاد میشه، و مثالای خیلی قشنگی مثلا تو کتاب داره، یعنی قشنگی. وقتی میخونی آدم بیشتر براش جا میفته که با مثال ها میتونه خیلی راحت مشخص بکنه که اصلا منظورش چی درست. هستش. یه چیزی خیلی هم هم که عالی. هستش، این که ما همیشه تو اون 13 روزی هم که داشتیم، ما استمرار رو میگفتیم که استمرار تو همه چی مهمه. یه چیزی هم هستش که اصلا کلا ثابت شده که مثلا تا اون 7 سال در موردش، تا 7 سالگی بچه ها خیلی خوب یاد میگیرن، و اینکه اون ساب کانشس کار میکنه، ناخودآگاه از 7 سال به بعد دیگه خودآگاه بیشتر خودش رو نشون میده و میاد جلو و دامینانت میشه. برای همین از 7 سال به بعد یادگیری دیگه آسون نیست. تنها راهی که میشه دوباره، یعنی پروگرام رو نوشته شده، یه پروگرامیه که دیگه نوشته شده و دیگه پروگرام رو سخت عوض بکنیم. حالا هر عادتی هم، غیر از درس خوندن، هر عادتی هم که داریم دیگه اون پروگرام نوشته شده. هر هدفی که میذاریم، چون پروگرام نوشته شده، ما سخت عادتمون رو عوض کنیم. تو این کتاب هم همین میگه عادت رو عوض کردن خیلی سخته. حالا باید چیکار کنیم که عادت رو عوض کنیم؟ یا اینکه میایم توی مدیتیشن، تو همون آلفا، اونجا میریم عوض میکنیم با اون چیزایی که موزیک، چیزای صداهایی که سابلیمینال. سابلیمنالی که میذارن شبا و گوش میدن، و دوباره یاد میگیره، دوباره ناخودآگاه اون unconscious یاد میگیره، دوباره پروگرام رو عوض میکنه. اون یه راهشه. یه راه دیگه هم که خیلی میشه استفاده کرد، استمراره، تکراره.
تکرار یه مدت زیادی که همون مثلا 90 روز به بعد دوباره پروگرام میتونه عوض کنه. این دوتا یه چیزای کوچیکی هن، ریزی هن که ولی یه رازای خیلی مهمی هن که آدم بدونه میتونه استفاده کنه ازش. و اگه ما دیگه یادگیریمون مثل قبل نیست، مثل بچگی نیست، ولی اگه تکرار بکنیم بعد از چند وقت دوباره پروگرام عوض میشه. ولی ساب کانشسنس، اون ناخودآگاه، به آسونی عوض دیگه نمیشه. یعنی نمیتونیم مثلا چند وقت این کار کنیم یکی دو روز دوباره برمیگردیم به همون پروگرامی که بودیم. اگه میخوایم عوض کنیم پروگرامو، استمراره، تکراره، تکرار تکرار تکرار. یه چیزو باید هی تکرار کنیم و اون باید به یه مدت که بگذره میتونیم پروگرام رو عوض کنیم و یادش بگیریم. به خاطر همین همه جا این روش تکرار و استمرار خیلی کارآمیز داره. قبل از 7 سالگی، نه قبل از 7 سالگی میشه بهتر یاد گرفت، ولی بعدش دیگه پروگرام دیگه آره دیگه، حالا ماها که بزرگ شدیم و دیگه اون آره. پروگراممون دیگه اینجوری شده، باید حالا خودمون باید بخوایم که این روشمون رو عوض بکنیم. اتفاقا توی این هفته گذشته من خیلی فیدبک از دوستا و فامیل و افراد مختلف گرفتم. خیلی ممنون از اینکه این همه به ما لطف داریم و حمایتمون میکنیم و فیدبک هایی رو بهمون میدین که واقعا برای این راهی که ما شروع کردیم خیلی کارساز هستش. با یکی از دوستانم صحبت میکردم، میگفتش که من همه اینا رو میدونم، تمام این کلاس ها رو برداشتم، تمام این کتاب ها رو خوندم، سال هاست همه اینا رو انجام دادم، گوش کردم، یعنی میدونم، ولی برام خیلی سخته. و مسئله اینجاست که همونی که گفتیم باید انجامش بدیم. تا انجامش ندیم نمیتونیم اینو ملکه ذهنمون بکنیم، اینو روش زندگیمون بکنیم. همه ماها میدونیم کتاب خوندن خوبه، صبح زود بیدار شدن خوبه، مدیتیشن خوبه، دونستنش کافی نیست، باید انجامش بدیم. این نکته کلیدی هستش که تو هر کاری برای اینکه بتونیم به نتیجهش برسیم، به هدفمون برسیم، باید حتما آستین بالا بزنیم و قدم‌هاشو برداریم و اون کار رو انجام بدیم. با دانش تنها نمیتونیم هیچ کاری رو از پیش ببریم. درسته. و همینطور برای مدیتیشن که میخواستیم بیشتر روش در آخر برنامه حرف بزنیم که مدیتیشن چقدر مهمه، این به خاطر این همینه، به خاطر اینکه تا وقتی که ما میدونیم کار میکنه خیلی فایده، فقط میدونیم، ولی وقتی انجامش میدیم واقعا اثراتش رو میبینیم، اون موقع است که حالمون خوب میشه و واقعا تغییرات تو زندگی انجام میدیم. به خاطر همین مدیتیشن هم خیلی اون سکوت و سکون رو میاره دیگه. وقتی که ولی این نیستش که مثلا بشینیم فکر کنیم که ما الان نباید هیچ فکری بکنیم. اون مثالو تمیجا میتونه خوب بزنه که همیشه فکر همیشه هست، مثل همه سیستم بدن که کار داره میکنه، ولی فقط باید تمرکزمون رو عروش برداریم. فکر میاد ما تمرکز رو برداریم، بهش توجه نکنیم. ما با دقیقاً. هر چی که توجه میکنی تو زندگیت میاد دیگه. اصلا یک چیزی که همه میگن دیگه، هر چی توجه کنی تو زندگیت میاد. اگه به هر چیز باور داری تو زندگیت میاد. حالا میتونه این بد باشه، میتونه خوب باشه. اگه مثلا به چشم و نظر باور داری، به هر چی باور داری، اون تو زندگیت میاد. خب ما باید حواسمون باشه که به چی داریم توجه میکنیم. همونی که داشت توجه میکنیم اون تو زندگی میاد. و فکرها همیشه هستن، نمیتونیم فکرها رو بذاریم کنار، ولی فقط توجهمون رو میتونیم ازش برداریم، به یه چیز دیگه توجه کنیم. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. برای اینکه مدیتیشن رو من با خیلیا که صحبت میکنم میگن نه مدیتیشن خیلی سخته، ما نمیتونیم انجام بدیم، ما اصلا انقدر فکرمون شلوغه، انقدر درگیریم، انقدر تو سرمون همه و ولوله هستش که اصلا نمیتونیم مدیتیشن بکنیم. و مدیتیشن رو واقعا یه چیز خیلی عجیب و غریبی میدونن، در صورتی که باید توجه داشته باشیم که مدیتیشن هیچ چیز خاصی نیستش. مثل اینه که مثلا بگیم ما مدیتیشن نمی کنیم چون نمیتونیم ذهنمون رو ساکت بکنیم. این مثال رو بزنیم که مثلا قلبمون رو بخوایم از حرکت وایسونیمش. کار قلب، ضربان قلبمون این هستش که باید انجام بده، این به طور ناخودآگاه داره انجام میده و ما هیچ کنترلی روش نداریم. تمام سیستم‌های بدنمون، ارگان‌های مختلف بدنمون همین کار رو دارن میکنن، کلیه‌هامون، قلبمون، مغزمون، همه دارن اون کاری رو که انجام میدن باید انجام بدن. مغز ما و فکر ما، در واقع ذهن ما، اینجوری باید بگم که ذهن ما هم
کارش تولید فکر هستش. یعنی اگر فکر تولید نکنه دیگه ما واقعا زنده نیستیم. اینم یکی از روش های زندگی هستش، یا یکی از سیستم ها هستش که ذهن باید باشه، ذهن باید فکر تولید، کارش فکر تولید کردنه. کاری که ما تو مدیتیشن میکنیم این هستش که حواسمون رو از اون فکرها بر میداریم، اون مشاهده کردن رو فقط مرور میکنیم. یعنی فقط میشینیم نگاه میکنیم که چه فکری داره الان میاد، چه فکری داره تولید میشه. 99% فکرها رو ما اصلا نمیخوایم تولید بشه ولی میشه، فقط میشینیم نگاه میکنیم. و با مدیتیشن یعنی با نفس کشیدن، با اینکه حواستو بیاری به درونت، ذهنت میتونی کنترل بکنی، میتونی آرومش بکنی، میتونی فقط مشاهده بکنی که این فکرها دارن میان. و وقتی که فکر رو نگاه میکنی، وقتی که اون توجهت و تمرکزت رو میذاری که ببینی خب الان این فکر اومد، خب به محض اینکه داره محو میشه یه فکر دیگه میاد، اون فکر دیگه فقط نگاش بکنی، بعد از یه مدتی این کار باعث میشه که اون فاصله بین این فکر تا اون فکر، یه فاصله بینش میفته دیگه، به اون شکل از این فکر به اون فکر نمیپریم و همین این باعث میشه که به اون سکوته برسیم. درسته. خیلی هم خوب. خیلی ممنون که امروز با ما بودید. هفته دیگه باز برمیگردیم با یه کتاب دیگه و اگه آره، کتابی هم دوست دارین که ما در موردش صحبت کنیم به ما بگین، برامون بنویسین که ما در مورد اون بیایم بگیم. مرسی از همگی که با ما بودین تا اینجا. ما هفته دیگه برمیگردیم و همینطور که فتانه جون گفت اگه هر سوالی دارین، هر کامنتی دارین، هم پیشنهادی دارین، خوشحال میشیم که بشنویم. مرسی از همگی. روز و شب خوبی رو براتون آرزو منم میکنم. خدا نگهدار. خداحافظی میکنم. هر جا که هستین خوب و سلامت باشین. خدا نگهدار.